چطوری؟ داشتم یه ویدیوی آموزشی میدیدم، مال یه آقایی بود. آقای داشت این وسط که آموزش و اینا میداد، داشت مثلا یاد میداد که شما چجوری باید با مشتریاتون برخورد کنید. حالا کلامش واقعا جالب بود، موام خیلی خوش شده بود، مجبور شدم دوباره یکم خیسش کنم. داشتم میگفت چطوری با مشتریاتون برخورد کنید. مشتری اگه اظهار نظر کرد حین کار که اون اصلا هیچی نمیفهمه، اون درباره هنر هیچی نمیفهمه، اصلا هیچی حالیش نیست و داره واسه خودش هم تا یه چیزی میگه، یه زری میزنه. دقیقا همین جمله بود که داشت توی ویدیوی آموزشیش میگفت. من چون فکر میکردم خودم دارم اشتباه میشنوم، هی میزدم دوباره ویدیو رو از اول، گفتم مگه میشه تو به عنوان یه مدرس اینجوری بیای صحبت کنی؟ حالا بس ادامه‌اش گوش بده. گفت اگر که اظهار نظر کرد برمیگردی بهش میگی خفه شو بشین سر جات. من اون لحظه واقعیه؟ یعنی چی؟ حالا یه تیکه از صحبتاشو اگه بشه براتون میذارم که ببینید. بهش میگین اصلا حرف نزن، تو مگه این کاره ای؟ ایشون داشت نحوه برخورد با مشتری رو آموزش میداد. خودش هم مدرس بود، حالا نه لاین ما، نه لاینای دیگه بود. یه داستانی که هست، احترام به مشتری جزو واجبات کاره توی هر نوع کاری، حالا چه مثل ما کارهای خدماتی، چه فروش محصولی، هر چیزی. ببینید این شما دارید پول رو از دست مشتری میگیرید، پس حقی ندارید بهش بی احترامی کنید. کار ندارم با یه عده‌ای که یه مقداری مشکل دارن، تعدادشون خیلی کمه. اکثرا مردم عادی هن، اکثرا هم مثل خودمونن. اونایی که دنبال داستان و دعوا اینا هستن و باشون کاری نداریم فعلا. ولی تو باید بلد باشی چطوری به مشتریت احترام بذاری که بتونی اونو بر خود موندگارش کنی دیگه. میگفت حین کارت مشتری واسه خودش، ببخشید من معذرت خواهی کنم حرفی رو دارم تکرار میکنم، مشتری واسه خودش زرزر میکنه، حرف مفت میزنه. موهای منو چه کنده شد، حرف مفت میزنه، میره تو مخت، نمیذاره کارتو بکنی. مشتریه، اون نباشه تو نیستی. لامصب تو نیستی اون نباشه. من همیشه به بچه ها میگم مشتری اگر که داره نظر اشتباه میده، مثلا تو کار خودمون میاد میگه جمعش کن، خب جمع کردن یه سری مشکلات بعدش به بار میاره دیگه، شکننده میکنه، اصلا فرم درست و اصولی نیست. ولی خب چون که خب بنده خدا در مورد اصول کار که اطلاعاتی نداره، با توجه به اون شیپ که خودش دوست داره میگه جمعش کن. من خودم جمع نمیکنم، میگم کارم خراب میشه. ولی اگر که خیلی اصرار داره، میبینی ناراحت میشه، میخواد اون رو دستش تحمل کنه، داره بابتش هزینه پرداخت میکنه، نه با توضیح براش انجام میده. یعنی چی؟ یعنی بهش توضیح بده، بگو آقا من این کار رو انجام میدم ولی این اتفاقا ممکنه که بیفته برات، بشکنه، از اینجا مثلا ترک بخوره، فلان اتفاق بیفته، به خاطر این من انجام نمیدم، حالا به خاطر تو یکم برات جمعش میکنم که دوستش هم داشته باشی، ولی خب بدون کار اصولی نیستش، مشکل داره.
با مشتریتون همیشه میگم دوست باشین، ولی حد شوخی رو نگذرونین، دیگه گندش رو در نیارین یه طوری که حرمت ها بخواد بینتون از بین بره. احترام، دوست بودن، همه اینا رو با همدیگه باید داشته باشین. نظرش مهمه، نظر مشتری خیلی مهمه. تو میتونی راهنماییش کنی و خیلی‌ها با همون راهنمایی کردن به حرفت گوش میدن، چون قبلش اطلاعات ندارن. بعد از اینکه راهنماییشون میکنی متوجه میشن و به حرفت گوش میدن و یه کاری انجام میشه که هم تو دوست داری همون. خب اینجا خیس نیست. خب خلاصه این که آقا با مشتری های خود مهربان باشید. این طرز برخورد اصلا درست نیست. اینجا میشه خوابیده، یا بله اینجوریش کنم، دیسپانسر نگه دارم تا پف کنم. خب اینم از آخرش. مرسی که گوش دادین. خواستم بگم که اون اعتدال رو رعایت کنیم توی برخورد با مشتری. نه اونطوری که خیلی خشن باشی که طرف نتونه حرف بزنه، اصلا چیزی که میخواد و بتونه بهت بگه. نه اینقدر دیگه شوخی کنید و لوس بشید که اون حرمت ها بینتون شکسته بشه. در کل به هم احترام بذارید.